یه جای خوندم نوشته بود پسر بچه‌ها بزرگ نمیشن، فقط اسباب بازیاشون هی گرون‌تر میشه. کنن ماوریک X3 مدل 2017 تیپ آپشن این ماشین XTS و بخوام براتون توضیح بدم که تو ایران ما 4 مدل تیپ آپشن کنم داریم که به ترتیب DS، XTS، XRS و XRC تقسیم بندی میشه. کنم ها خیلی ادوات و تجهیزات گوناگونی دارن و ماشین با وسیله و بی وسیله خیلی فرق میکنه. تیپ آپشن این دستگاه مدل XTS میشه، یعنی رینگ ها، پشت کیلومتر، صندلی و فرمون شبیه به XRS و به صورت فابریکیه. وسایل افتر مارکت کنم ها بسیار گرون قیمته و دستگاهی که وسیله داره و وسیله نداره از لحاظ قیمتی خیلی با هم تفاوت میکنه. به طور مثال وسایل افتر مارکت که روی این ماشین نصب شده، سقف، زیر دری ها، کیت تصم خنک کن، ساندبار ضد آب برنده بوس و شیشه نشکن جلو، لایت بار و یک سری وسیله های دیگه است که ما تو کپشن براتون مینویسیم. یدک کش دستگاه هم موجوده، چون میدونید چه تو ایران چه تو دنیا این دستگاه به صورت عادی و پلاک نمیتونه تردد کنه و حتما باید به وسیله یدک کش حمل و نقل بشه. برای اطلاعات بیشتر، قیمت و بازدید و حتی تست رایو میتونید با ما در تماس باشید.